سلام علیکم. علیکم السلام. آقای انصاری بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من سید مهدی حسینی هستم، از استان تهران تماس میگیرم. آقای حسینی از تهران، بفرمایید برادر گرامی. جناب آقای انصاری، من به عنوان یک جوان شیعه میخواستم عرض کنم که هیچ فرقی بین شیعه و سنی نیست و ما به اصحاب پیامبر احترام قائلیم. بله. من عرض میخواستم بکنم که به عنوان یک جوان شیعه هیچ توهینی به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی کنیم. بعد اگر سوالی هست بفرمایید، ما کجا به اصحاب پیامبر توهین کردیم؟ ما هیچ وقت نگفتیم که عموم شیعیان این کارو میکنن، منتها اساس دین و مذهب شیعه بر این پایه است که باید از عمر، ابوبکر، عایشه، طلحه، زبیر از اصحاب پیامبر اعلان براءت و بیزاری بکنید و به آنها لعن و نفرین بکنید. این اساس دین هست. این رو بزرگان شما، کسانی که استوانه های دینی مذهب تشیع هستند، این رو پایه‌گذاری کردن. این که شما این کار رو نمی کنید، شما شیعه علی هستید، شیعه واقعی علی هستید، نه شیعه خمینی و خامنه‌ای و کلینی و مجلسی. من با شما هم عقیده هستم، منتها وقتی شما میگید شیعیان همه این کار رو نمی کنن، باید برای این حرفتون دلیل داشته باشید. جناب آقای انصاری، من با زبان صریح عرض میکنم بسیاری از مراجع تقلید جهان شیعه که شاید شما در بسیاری از موارد با اینها اختلاف نظر داشته باشید، اختلاف عقیده داشته باشید، عرض میکنم نمونه اول آیت الله وحید خراسانی گفتن هر گونه لعن به اصحاب پیامبر از هر گونه جناح حرام است. نوع دومی که میخوام عرض کنم، آیت الله خامنه‌ای امام ما که حالا شما شاید ما را نپذیرید، ولی ما به احترام کاملی برای شما قائلیم، چون شما خدا و رسول خدا را قبول دارید. من اینجا عرض میکنم ایشون گفته هر گونه توهین به حضرت عایشه و به افراد دیگه خلفای قبل امام علی توهین کنید حرام است. به خاطر اینکه برخی از افراد میان اینجا سوء استفاده میکنن، بین شیعه و سنی درگیری ایجاد میکنن، ناموس شیعیان اینجا و سنی ها در معرض خطر قرار میگیره و جنگ به وجود میاد. خب این برای این از باب تقیه و از باب اینکه به اصطلاح مشکل ایجاد نشه بین شیعه و سنی در ایران این حرف رو میزنن، از باب اعتقاد نمیگن، چون در اعتقاد این است که باید اعلان براءت و بیزاری بکنن و لعن و نفرین بکنن به اصحاب پیامبر. به طور مثال در کتاب بهارالانوار مجلسی یک باب کاملی رو ایشون اختصاص داده در این کتاب در اثبات این که ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و حفصه کافر هستند. ببینید برخی از روایاتی که در بهارالانوار میاد، من خودم یکی از دانشگاه‌های تهران هستم. عرض میخواستم بکنم که اگر وقت بدید ببینید برخی از روایات سند صحیح ندارن. شاید این سند صحیحی وجود نداره برای اینها، سندهای متواتری برای اینها وجود نداره. من یک سوالی داشتم، برخی جاها که اختلاف نظر بین اهل سنت و شیعه بسیار بالا میگیره، سر شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها است. به خاطر اینکه حالا یک برخوردهایی بوده، من نمیخوام زیاد هم باز کنم و درست هم نیست که بازش کنیم، به خاطر اینجا بوده، حالا برخی احساسات غلبه کرده به خاطر شهادت حضرت فاطمه زهرا، حالا برخی افراد بودن قنفذ بوده، مغیره بوده، ما حالا با اینها کاری نداریم. حالا سر اینجور مسائل شاید برخی جاها یه تند مزاجی های صورت بگیره، ولی ما نباید بیایم همونجور که ما داغ حضرت فاطمه سلام الله علیها رو تو قلبمون نگه می‌داریم و زیاد بازش نمی‌کنیم، ما هم نمی‌خوایم زیاد جریان. آقای حسینی ببینید برادر بزرگوار، قضیه شهادت حضرت فاطمه نیست. در کتاب‌های شما بلا استثناء همه
علمای درجه یکتون بر این اعتقاد هستن که اصلا ابوبکر و عمر و عایشه اصلا ایمان نیاورده بودن، اصلا مسلمان نشده بودن. ببینید میخواستم بگم سند صحیح و متواتر از کتاب‌های ما اگر امکان دارد برای ما نشان بدهید. من 10 مورد خدمتون نشون میدم، از کافی نشون میدم، از مجلسی نشون میدم. منتها شما که ادعا میکنید که اینها دروغ هست و علمای شما اعتقاد دارن که ابوبکر و عمر و عثمان باید به اونها احترام گذاشت و نباید اونها رو لعن کرد، یک نمونه دلیل نشون بدید. در کجا، در کدام کتاب؟ ببینید من براتون که گفتم ما الان در جهان تشیع، جهان اسلام در شاخه تشیع بخوایم بررسی کنیم، بزرگان اعم از امام سید علی خامنه ای، امام سید علی سیستانی، آیت الله وحید خراسانی، علامه بهجت که فوت کردن و دیگر بزرگان شیعه که هستن، اینا همشون رد کردن، گفتن توهین نکنید، اگر چیزی هم هست بین بزرگان دین باید بحث بشه. حالا افرادی مثل من که یک دانشجو هستم و اطلاعات کاملی هم شاید نداشته باشم، من نمیتونم بیام اینجا با یک برادر اهل سنت بیایم به هم دیگه بی احترامی کنیم سر یک موضوعی که کامل اشراف نداریم بهش و باعث بشیم که برخی از جهانیان استکبار که آمریکا و اسرائیل هستن بیان و جنگ را بندازن بین شیعه و سنی توی عراق، توی سوریه، توی لبنان، توی جاهای دیگه، توی یمن همدیگه رو بکشیم که چی؟ به خاطر اینکه منافعش برای آمریکا و امثال آمریکا بره. ما اگر میخوایم یک جهان کامل داشته باشیم، برادران اهل سنت باید به بزرگان اهل سنت متمسک بشن، ما هم باید به بزرگان اهل تشیع. ما که دیگه نمیتونیم بگیم اینا شما دارید دلیل میارید از باب تقیه بوده. خب دیگه بزرگان ما به صراحت رد کردن، به صراحت. علامه بهجت من یک جلسه‌ای که ایشون سخنرانی داشت شرکت کردم، گفت کسی که آقای حسینی من همین علامه بهجت رو شما صدا رو از تلویزیون داشته باشید، من یکی از کلیپ هایشون رو پخش میکنم که ایشون میگن قبل از اینکه ما باید درود بفرستیم، صلوات بفرستیم، باید لعن بکنیم. این رو ببینید من همون لعن رو میخوام بگم در مورد معاویه، یزید و امثال اینها بوده. من نمیگم معاویه رو لعن نکنید، من معاویه و یزید رو شبانه روز لعن میکنم. در مورد آیا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه لعن کرده بود؟ ببینید ما حضرت علی علیه السلام بنا به منابعی که ما داریم هنگام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت، به زبان گفتش که خدا لعنت کند کسانی را که باعث قصب حکومت اسلام ناب توسط برخی از گمراهان شدند و باعث شدند که تنها باقی مانده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این گونه جلوی من چشمانش رو ببندد و از دنیا برود. لعن نکردن، به عینی کسی رو لعن نکردن، نگفتن که لعنت بر فلان، لعنت بر فلان، لعنت بر فلان. اما نیستش که عزیزم آقای حسینی ببینید ما باید یک کمی واقعیت گرا باشیم. همین آقای بهجت که شما میگید که ایشون گفته که لعن نکنید، من کلیپشون رو من نمیخوام پخش بکنم این مطالب رو، دوست ندارم که جو این برنامه آلوده بشه با ذکر این مسائل. شما پخش کنید. معاویه و یزید رو گفتن. یزید الان ببینید نظر امام خمینی شما مؤسس جمهوری اسلامی که آقای خامنه ای شاگرد ایشون هستن، درسته؟ و ایشون بله آقای خمینی مؤسس، ما احترام زیادی قائلیم بله. ایشون در کتاب خودش در کتاب الطهاره میگه که عایشه و طلحه و زبیر و معاویه و اینها خبیث‌تر از خوک‌ها و سگ‌ها هستند. و در مورد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میگه که عمر اصل کفر و زندقه است، در کتاب کشف الاسرارش میگه. بله. خب اینا همه توهین هایی است که در کتاب، این که شما میگید والا فلان عالم فلان عالم فلان عالم میگن که لعن نکنین، نفرین نکنین، در کجا گفتن؟ در کدوم کتاب گفتن؟ اما اینکه بیاد که سر منبر مثلا آقای دانشمند، ما کلیپشو پخش کردیم که آقای دانشمند رو کاری نداریم، ما بزرگان دین تشیع، من بزرگان همین بزرگان در کتاباشون لعن میکنن. شما رساله های بزرگان رو پیدا کنید، نشان بدهید. رساله استفتاحات آیت الله امام سید علی خامنه ای ببینید، گفته لعن حرام است، نگفته جایز نیست، گفته حرام است. ببینید برادر گرامی، الان شما به صفحه تلویزیون نگاه بکنید، این کتاب الطهاره امام خمینی است.
این کتاب الطهاره در جلد سوم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، در اینجا میگه که عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و کسانی که مانند اونا هستند، اینها گرچه نجاست ظاهری ندارند و این کانوا اخبث من الکلاب و الخنازیر، در حالی که خبیث‌تر هستند از سگ‌ها و خوک‌ها. خمینی در کتابش اینو میگه، چون این کتاب‌ها در حوزه‌ها تدریس میشه. اما میومد در رادیو تلویزیون میگفت که بابا برید پشت اهل سنت نماز بخونید، نماز پشت اهل سنت مثل نماز پشت پیامبره. من اون کدومش رو قبول بکنم؟ اینی که در کتاب نوشته و در حوزه‌ها تدریس میشه، یا اینی که میاد در رادیو تلویزیون در صدا سیما میزنه؟ کدومش رو باور بکنم؟ ببینید شما این توهین هایی که داره صورت میگیره رو شما الان سندتون کجاست؟ شما دارید این سند نیست؟ این که من از کتاب امام خمینی نشون دادم سند نیست؟ ببینید شما قبل و بعد صفحه‌ش هم باید بخونید. در مورد من 10 مرتبه خوندم، کلیپ این رو پخش کردیم، یک صفحه. در یزید و معاویه گفته. نه، عایشه رو به صراحتاً ذکر کرده. نه اول چیز شده. چی شده؟ این تحریف شده. برید شما کتاب الطهاره امام خمینی رو پیدا کنید و در کتاب الطهاره این رو مطلب رو پیدا بکنید، بخونید. اگر که تحریف شده بود و واقعیت چیز دیگری بود، والله الذی لا اله الا هو، قسم میخورم به وحدانیت الله، در همین برنامه زنگ بزنید، مدرک رو برای ما بفرستید، من نشر میکنم و از همه بینندگانم معذرت میخوام. باشه خدا نگهدار. خدا نگهدارت. تشکر شما. ببینید من دوست ندارم که این باب رو باز بکنم که چه مطالبی ذکر میشه در کتاب‌های اینا و اون چی که ظاهر میکنن برای ما چیز دیگری است و اون چیزی که در باطن بیان میکنن مطالب دیگری است و توهین ها و اهانت هایی که به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی واقعا انسان خجالت میکشه. ببینید این کتاب کشف الاسرار است. در این کتاب در صفحه 119 برید کتاب کشف الاسرار در اینترنت پیدا کنید، صفحه 119 شو ببینید که در قضیه حدیث قرطاس میاد، در اینجا میگه که این کلام یاوه از ابن خطاب یاوه سرا صادر شد و تا قیامت برای مسلم غیور کفایت میکند. بعد در ادامه میگه و این کلام یاوه که از اصل کفر و زندقه ظاهر شده، مخالف است با آیاتی از قرآن کریم. شما تصور بکنید این حرفا رو خمینی در کتابش بر علیه کی میگه؟ بر علیه عمر فاروق. و اون مطلب دیگری که خدمتتون نشون دادم در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه، این مطلب رو نگاه کنید. این کتاب الطهاره است، جلد سوم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی، صفحه 457، النوع العاشر الکفار. در باب کفار میاد کیا رو ذکر میکنه؟ عایشه، زبیر، طلحه، معاویه و کسانی که مانند اونا هستن. میگه که اینها گرچه لا یوجب ظاهرا شیء منها نجاست ظاهریه و ان کانوا اخبث من الکلاب و الخنازیر، ظاهرا اینا نجس نیستن ولکن خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها هستن. آقای حسینی برادر بزرگوار، من ای کاش رهبران شما صادق بودن. ای کاش اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی که با مؤمنین روبرو می شدن می گفتن ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، وقتی که با شیطانهای خودشان یک جا میشن میگن که ما با شما هستیم، ما اینا رو داریم مسخره میکنیم. اینها هم ما رو مسخره میکنن، هم شما رو مسخره میکنن، هم اسلام رو مسخره میکنن. یعنی در باره همین آقای بهجت کسی میاد از ایشون میپرسه که شما اول باید درود بفرستیم، صلوات بفرستیم، یا اول باید لعن بکنیم؟ ببینید که جواب ایشون چی است. دوستان صدا تصویر رو پخش کنن. صلوات. آقا فضیلت لعن بالاتره یا صلوات؟ فضیلت لعن بالاتره یا صلوات؟ مثل اینکه لعن تحلیه است و صلوات تحلیه است. اول باید جارون کن تو خانه و پس میهمان کن. بله. میگه که لعن تخلیه هست
و صلوات تحیه هست. اول شما تخلیه بکن، جارو بکن خانه را، بعد از آن مهمان طلب. یعنی اول لعن بکن، بعد از اون صلوات بفرست. آقا حسینی به خدا هیچ سنی به این عقیده نیست. هیچ سنی به این عقیده نیست که تو اول بگیر مخالفینت لعن بکن، بعد از اون صلوات بفرست. ما همیشه صلوات میفرستیم، حتی نه قبل از صلوات، بعد از صلوات هم کسی رو لعن نمی کنیم، چون مذهب ما، دین ما، عقیده ما لعن، نفرین، توهین، اهانت رو به ما نیاموخته. این جزء اعتقادات شما هست که اول باید لعن بکنید، بعد از اون باید صلوات بفرستید. و این مطلب دقیقاً مخالف است با فرمایشات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که ایشون در مورد مخالفینشون، دوستان اگر که اینو نشون بدن، این کتاب بهار الانوار هست، صفحه دومش، در اینجا در صفحه 324 میگه ان علی لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق ولكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علينا. سیدنا علی هیچ کس از اهل جنگ با خودش، کسانی که باش جنگیدن، معاویه، طلحه، زبیر، عایشه، هر کسی که باش جنگیده، به اونها نسبت شرک و نفاق نمیداد، بلکه میگفت کان یقول هم اخواننا بغوا علینا، برادران ما هستند که بر علیه ما بغاوت کردن. ای کاش شیعیان پیرو واقعی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه باشه.